مورخ جاهل. حق مسلم ولایت مطلقه امیرالمؤمنین علیه السلام رو در سقیفه اینا غارت کردن و تمام بدبختی جهان اسلام در طول 14 قرن از این نطفه ناپاک سقیفه منعقد شده. 1,5 میلیارد ما جمعیت مسلمان در دنیا داریم، ولی از همه ملل عالم ضعیفتر، بینواتر، بیسوادتر، تو سری خورتر. عامل اصلی تمام جنایاتی که و ظلم‌هایی که در تاریخ 14 قرنه اسلام بر مسلمان ها روا داشته شده از اولی و دومی در سقیفه بنی ساعده نشأت گرفته. دشمنی آخوندهای رافضی و کینه عمیق آنان نسبت به اسلام و مسلمین سبب شده است تا به دنبال راهی باشند تا بتوانند با تحریف عقاید اسلامی و شک وارد کردن در منابع اصیل آن مسلمانان را از باور توحید دور ساخته و آنان را به نام معرفی اسلام ناب بفریبند و برده و غلام خود سازند. به همین جهت تیر دشمنی آنان نسل اول اسلام را نشانه رفته است. همان جان برکفانی که برای رساندن دعوت توحید به اقصا نقاط عالم از هیچ گونه خدمتی دریغ نکردند و قرآن و سنت که دو منبع اصیل اسلامی است از طریق آن بزرگواران به ما رسیده است. دشمنان اسلام پیوسته تلاش نموده اند تا با زیر سؤال بردن این حلقه اتصال و متهم کردن طلایی ترین نسل تاریخ اسلام به اتهاماتی بی پایه و اساس سندیت قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را زیر سؤال برند و خود را وارث اسلام ناب محمدی معرفی نمایند. این رافضی صفوی زاده به خوبی بر بطلان گفته‌های خود آگاه است، اما از آنجا که بیان حقایق موجب رسوایی او و همکیشانش خواهد بود، برای فریب مخاطبین خود حقایق تاریخی را انکار می کند. به گواهی تاریخ صحیح، امت اسلامی بعد از پیامبرش دوره‌ای طلایی تر از دوران خلافت صدیق اکبر و فاروق اعظم را به خود ندیده است. دفتر تاریخ بشر به خوبی به خاطر دارد که حکمت و دوراندیشی ابوبکر صدیق و شجاعت و ذکاوت و عدل عمر فاروق و همراهی و مشورت علی مرتضی و دیگر اصحاب رضی الله عنهم اجمعین سبب شد تا بتوانند دو امپراتوری بزرگ آن زمان یعنی ایران و روم را به زانو درآورند. تاریخ فراموش نکرده است که مرزهای خلافت اسلامی در اواخر خلافت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه شمال قاره آفریقا تا سند را در بر گرفته بود. اما بعد از شروع آتش فتنه در بین صفوف مسلمین به دست مؤسس مذهب تشیع عبدالله بن سبع یهودی که تظاهر به اسلام می نمود و ایجاد اختلاف و کاشت بذر کینه و دشمنی و به شهادت رساندن عثمان رضی الله عنه، فتوحات اسلامی به علت خیانتهای منافقان رافضی در صفوف مسلمین موقتاً متوقف شد. اما با وجود این دشمنان داخلی، همچنان مسلمانان در دوره خلفای اموی و عباسی نیز در اوج قدرت و عزت و شکوه به سر می بردند و با فتح سرزمین‌های کفر و الحاد یکی پس از دیگری مردمان آن مناطق را از ظلم حاکمانشان رهایی بخشیده و در انتخاب دین جدید آزاد می‌گذاشتند. مرزهای امت اسلامی در این دوران از اندلس در اسپانیا تا چین و شمال قاره آفریقا را در بر گرفته بود. تمامی مورخین معترفند که در بیش از 800 سال اول تاریخ اسلامی هیچ ملتی بر روی زمین در قدرت، ثروت، عدالت، تمدن و علم و دانش و پیشرفت با مسلمانان برابری نمی کرده است.
و در طول این 8 قرن و حتی بعد از آن تمامی نامآوران بزرگ تاریخ اسلام از دوستداران ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و دیگر صحابه رضی الله عنهم بودند و هیچ یک به مانند این رافضی شیعه نبودند. این عزت و شکوه مسلمانان همچنان ادامه داشت و منافقانی که در صف مسلمین بودند به دنبال فرصتی می‌گشتند تا زهر خود را به امت اسلامی بریزند. این فرصت زمانی فراهم شد که مغول‌های خونخوار به امت اسلامی حمله ور شدند. منافقانی چون خواجه نصیرالدین طوسی و ابن علقمی در همکاری با مغول‌های وحشی صفت نهرهایی از خون را در امت اسلامی به راه انداختند و مانع پیروزی مسلمین در برابر مغول شدند. همکاری روافض در جنایات مغول‌های خونخوار مقدمه‌ای برای پیدایش نطفه خبیثه‌ای به نام صفویت شد. فرقه‌ای که در 5 قرن گذشته از زمان پیدایش و به قدرت رسیدن تا به امروز جز همکاری با دشمنان اسلام و ایجاد تفرقه و کاشت بذر دشمنی و کین در صف مسلمین کار دیگری نداشته است. بدون شک مهمترین عامل مشکلات امت اسلامی دوری امت از آموزه‌های قرآن کریم و سنت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم است و این دلیل سبب تفاوت ایمان نسل امروز امت و مشکلاتش در برابر نسل طلایی صدر اسلام است و راه درمانی جز بازگشت به ایمانی به مانند ایمان آن بزرگواران نخواهد بود. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند. الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست.